این کروسان‌های متنوع و خوشمزه میتونه یه ایده جذاب واسه فینگر فود، مزه صبحونه یا میان وعده باشه. مطمئناً علاوه بر بزرگترا بچه‌ها هم عاشقش میشن. فقط کافیه که از خمیر هزارله‌ی آماده استفاده بکنی، کات بزنی، رول بکنی، توی سینی فر بچینی، کره آب شده روش بزنی و به مدت 20 دقیقه با دمای 180 درجه توی فر با فن روشن قرارش بدی. بعد از خارج کردن کروسان‌ها و خنک شدنشون فقط کافیه که از وسط برش بزنین و از تاپینگ‌های مختلف واسه بینش استفاده کنین. شکلات صبحانه، کرم بیسکویت، کره بادام زمینی یا هر چیزی که دوست دارین. قرصی بازی هم که مثل همیشه پای ثابت کاری منه. قبلا هم گفتم ترکیب کرم بیسکویت و موز و نوتلا و توت فرنگی واقعا برنده است. من از ژامبون و پنیرم استفاده کردم که با کروسان بی‌نظیر شد. شما میتونید از تاپینگ‌های مورد علاقتون استفاده کنید. به رسم عادت دکمه سیوش رو بزن. ماچ بهت.